سلام. تا حالا به این فکر کردین که چطوری میشه یه مقاله علمی نوشت که تو کل دنیا دیده بشه؟ شاید اولش یکم ترسناک به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه که یه فرمول و یه نقشه راه مشخص داره. امروز قراره با هم این نقشه رو باز کنیم و ببینیم چطور میشه این کار بظاهر پیچیده رو به قدم‌های ساده و کاملاً عملی تبدیل کرد. خب این دقیقاً همون سوال اصلیه، مگه نه؟ چون ببینید تو دنیای آکادمیک داشتن یه ساختار قوی فقط یه قانون خشک و خالی نیست. این ساختار در واقع کلید شما برای اینه که کارتون جدی گرفته بشه و بتونید واقعاً تاثیرگذار باشید. اینم از برنامه امروزمون. قراره قدم به قدم، بخش به بخش یه مقاله رو از 0 تا 100 با همدیگه بسازیم و ببینیم هر قسمت باید چجوری باشه. خیلی خوب. قبل از اینکه بریم سراغ این که چطوری مقاله بنویسیم، بیایید یه لحظه ببینیم اصلا چرا این ساختار انقدر مهمه. یه ساختار استاندارد و منسجم مثل یه زبان مشترک بین‌المللی برای محقق هاست. این ساختار تضمین میکنه که تحقیق شما هر جای دنیا که باشه درست فهمیده بشه و بهش احترام بذارن. یه لحظه خودتون رو بذارید جای داور یا ویراستار یه مجله معتبر. روزی 10 مقاله به دستتون میرسه. اولین چیزی که حرفه‌ای بودن یه مقاله رو به شما نشون میده چیه؟ دقیقاً ساختارشه. وقتی شما این چارچوب رو رعایت میکنید، قبل از اینکه حتی یک کلمه ای از محتوای شما رو بخونن، دارید بهشون این پیام رو میدید که من کارم رو بلدم و برای وقت شما ارزش قائلم. بسیار خوب. حالا بریم سراغ بخش‌هایی که اولین برداشت خواننده از کار شما رو میسازن. این قسمت‌ها حکم ویترین مغازه شما رو دارن، یا مشتری رو میکشونن داخل یا باعث میشن بی‌تفاوت از کنارش رد بشه. ببینید هر کدوم از این 4 مورد یه جور قلابه. عنوان باید توی نگاه خواننده رو میخکوب کنه. چکیده باید کل داستان تحقیق شما رو تو چند ثانیه براش تعریف کنه. و کلیدواژه‌ها؟ خب کلیدواژه‌ها باعث میشن که تحقیق شما اصلا تو اون اقیانوس بیکران مقالات علمی پیدا بشه. پس اینجا اصلا جای اشتباه کردن نیست. فقط 250 کلمه. این یه عدد الکی نیست. برای اکثر مجله‌های معتبر این یه قانون مطلقه. شما باید بتونید هنر خلاصه کردن رو به نمایش بذارید. یعنی کل پژوهشتون از مسئله و روش کار گرفته تا مهمترین یافته‌ها باید توی همین فضای خیلی خیلی محدود جا بشه. این خودش اولین آزمون برای شماست. و اما کلیدواژه‌ها. این عدد به ما میگه که باید کاملاً هوشمندانه و استراتژیک عمل کنیم. اینها کلماتی نیستن که شما دوست دارید. اینها دقیقاً همون کلماتی هستن که یه پژوهشگر دیگه برای پیدا کردن کار شما توی گوگل اسکالر یا هر پایگاه دادی دیگه‌ای جستجو میکنه. انتخاب درستشون یعنی تفاوت بین دیده شدن و گم شدن. خب رسیدیم به اصل مطلب، به قلب تپنده مقالتون، جایی که داستان اصلی سفر تحقیقاتی شما روایت میشه. این 4 بخش رو مثل یه داستان با یه جریان منطقی ببینید. شما اول با چرا شروع می‌کنید. یعنی تو مقدمه میگید چرا این تحقیق مهمه. بعد چجوری رو تو بخش روش شناسی توضیح میدید. بعدش نشون میدید که چی پیدا کردید که میشه بخش نتایج. و در نهایت تو بخش بحث به مهمترین سوال جواب میدید خب که چی؟ اینجا یه نکته خیلی خیلی مهم هست که خیلی قاطی میکنن. تفاوت بین بخش نتایج و بحث. ببینید بخش نتایج مثل یه گزارشگره که فقط حقایق خام رو بدون هیچ تفسیری گزارش میده. اما بخش بحث مثل یه کاراگاهه. اینجا جاییه که شما اون حقایق رو کنار هم میچینید، تحلیل میکنید و میگید خب این یافته ها واقعاً چه معنایی دارن. یه نکته فنی ولی خیلی حیاتی. حواستون به زمان فعل ها باشه. شما دارید در مورد تحقیقی صحبت میکنید که در گذشته انجام شده و تموم شده. پس خیلی طبیعیه که برای گزارش نتایج و بحث در مورد اونها از زمان گذشته استفاده کنید. این یه جزئیات کوچیکیه که حرفه‌ای بودن شما رو نشون میده. خب دیگه داریم به آخرای ساختار مقاله میرسیم. حالا وقتشه در مورد بخشایی صحبت کنیم که به کار شما اعتبار علمی میدن و از روایت اصلیتون پشتیبانی میکنن. این بخش رو مثل ستونهای نهایی ساختمان مقالتون در نظر بگیرین. بخش منابع که خب اجباریه، اعتبار کار شماست و نشون میده تحقیق شما روی چه پایه‌ای بنا شده. تقدیر و تشکر که اختیاریه، اخلاق حرفه‌ای شما رو نشون میده.
و پیوستا هم شفافیت کار شما رو بالا میبرن. پس حتی بخش‌های اختیاری هم میتونن به قوی‌تر شدن مقالتون کمک کنن. خب با همه این حرفا، بعد از اینکه کل این ساختار رو با هم مرور کردیم، اگه قرار باشه فقط یه چیز یادتون بمونه، اون چیه؟ ببینید، ته همه این حرفا همینه. این ساختار و این قوانین قرار نیست شما رو محدود کنن. برعکس، اینها ابزاری قدرتمند دست شما هستن تا بتونید ایده‌های بریلینت و درخشان خودتون رو به شکلی واضح و مؤثر به گوش کل دنیا برسونید. پس یادتون باشه این چارچوب زندان نیست که خلاقیت شما رو حبس کنه، بلکه یه فونداسیون محکمه که میتونید کار بزرگ بعدی خودتون رو در رشته علمیتون روی اون بنا کنید. حالا شما آماده اید که داستان تحقیقی خودتون رو بنویسید.